بازی تاتنهام چلسی خب خیلی حرفا داره. یکی اینکه حرف اولی که من میخوام بزنم اینه که داوری مسابقه است و وار، نه حالا داوری. وار خیلی بحث برانگیز شده، نزدیک به بالای 50% که میخوان باشه، ولی خیلی‌ها میگن که اصلا بازی رو غیر هیجانی کرده. خب همونجوری که دیدیم بازی تاتنهام چلسی 12 دقیقه وقت اضافه داشت و 56 دقیقه ما بازی دیدیم، اما در حقیقت 25 تا 30 دقیقه اکشن یا همون هیجان دیدیم و این وار خیلی کم کرده، مخصوصا خط و قانون آفساید، نه حالا قانون آفساید ولی خط اتوماتیک آفساید که در لیگ های دیگه می‌بینیم که میکشن و میگن که مثلا حتی که 1 میلیمتر توپ آفساید باشه آفسایده، ولی انگلیسی رو قبول نکرده. در ویدیو قبلی هم گفتم که دوست ندارن اتوماتیک باشه. خب این خیلی بازی رو شلتر میکنه و یواشتر میکنه. دو اینکه زمانی که از پست میپرسن که راجع به دو تا کارت قرمز چی میخوای بگی، گفتش که ببینید در نظر داور من حرفی ندارم، نظر داور و کارت قرمزه. ولی خیلی جالبه برای اینکه هر هفته ما شاهد این هستیم که مربیان میگن که مثلا رفری یا داوری ضد این تیم، ضد تیم ما، ضد تیم اون یکیه و مثلا لیورپول رو دیدیم، آرسنال رو دیدیم و بلا غیره. حالا قضیه اینه که میخوام برم به بازی تاتنهام اصلش بنا کنیم. این که چند تا بازیکن از دست دادن، جیمز مدیسون، رومرو، وندرون که بازیکن بسیار سرعتی هست و مخصوصا بازیکنی که یه جوری مثل بیمه است. مثلا وقتی که این تاتنهام بازیکن از دست میده، اینجوری 9 نفره میشه، یه همچین بازیکن سرعتی خوبی نیازه واسه در همچین موقعیتایی. حالا که از دست داده، آیا تاتنهام میتونه خودش نشون بده و بهمون بگه که عمق اسکواد یا اسکواد دپت داره؟ خب این تست الان برای تاتنهام از این به بعد باید دید، چون بازی هم که داره بازی‌های چالش برانگیزی هستش. از اون ور دروازه‌بان تاتنهام خیلی بهمون نشون داد که میتونه یه جورایی انگار مثل سنتر بک عمل کرد و اون میومد واقعا دفاع میکرد و خیلی 6-7 تا سیو خفن و عالی داشت. و از اون برم چلسی، چیزی که من همینجوری میتونم با دیدنش بگم اینه که خیلی خودخواهانه یا همون سلفیش دوری بهش نگاه میکردن وقتی که تو بهشون میرسید و با اینکه از دقیقه 70 دو نفر شروع تاتنهام باز هم نتونستن گل بزنن به سریع، چون میتونستن راحت اگه بازیکن‌ها با هم پاسکاری درستی میدادن و خودخواهانه نگاه نمیکردن میتونستن گل بزنن، اما طول کشید تا در دقیقه آخر تونستن 4 تا گل بزنن، اونم به خاطر اینکه تاتنهام خیلی جلو کشیده بود و لو بلاک نداشت. حالا بعد دید که تاتنهام در بازی‌های دیگه چیکار میکنه و نظرتون رو برای من بگین.